الرحمن الرحیم. در آستانه میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، ضمن تبریک به همه هموطنان عزیز و تشکر از ملت شریف و رشید ایران که حماسه 28 خرداد رو آفریدن و تشکر از کلیه عوامل اجرایی، نظارتی، انتظامی و امنیتی که حافظ این حماسه بزرگ بودند. بر اساس تنظیم بیش از 90% از صورت جلسه شعب سراسر کشور، بر اساس تعرفه‌های مصرفی 28,600,000 نفر از هموطنان عزیز ما در این حماسه بزرگ مشارکت کردند. با توجه به اینکه هنوز شمارش و تجمیع آرا، خصوصا در شعباتی که تا بامداد مشغول کسب آراء مردم بودند، این نتیجه اولیه تلقی میشه. در این میان جناب آقای سید ابراهیم رئیسی با بیش از 17,800,000 رای، جناب آقای محسن رضایی میرقائد با بیش از 3,300,000 رای، جناب آقای ناصر همتی با بیش از 2,400,000 رای و جناب آقای امیرحسین قاضیزاده هاشمی با حدود 1,000,000 رای این مجموعه آرا رو تا الان کسب کردن. اینکه من آرا رو فیکس نکردم برای اینکه هر لحظه داره این کار تجمیع صورت میگیره. من برای احترام افکار عمومی و شما عزیزان گفتم آخرین وضعیت رو تا ساعت 11 عرض بکنم. این آمار وقتی نهایی شد جناب وزیر تشریف میارن، در یک مراسم رسمی آرای نهایی رو اعلام میکنن. اگه سوالی هست بفرمایید. جان، آرای باطله هم در اون تجمیع نهایی اعلام خواهد شدش.